درود شنوندگان گرامی، شرح خبرهای روز رو در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از استودیو مرکزی رادیو موجب میشنوید. امروز پنجشنبه 13 فوریه است. در خانه ملت‌های مسکو جلسه نوبتی کمیسیون سیاست اطلاعاتی شورای ملت‌های نزد حکومت مسکو برگزار گردید که در آن اعضای شورا، نمایندگان خلق ملت‌ها و وسایل اخباری عمومی شرکت داشتند. درود شنوندگان گرامی، شرح خبرهای روز رو در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از استودیو مرکزی رادیو موجب میشنوید. همچنین مسئله برگزاری المپیاد مسکو برای خوانندگان مکتب‌های ژورنالیستیک اتنیکی بررسی شد. در ادامه شرکت‌داران یک قطار لایحه‌های کمیسیون سیاست اطلاعاتی شورای ملت‌های مسکو در نیمساله دوم سال 2020 اینچنین اشتراک و تعطیل جشن نوروز 2020 در مسکو، تطبیق لایحه جشنگیری از 75مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی، پاسداشتن نام خبرنگاران و مخبران حربی که از کشورهای پساشوروی سابق در جنگ بزرگ وطنی فعالیت روزنامه‌نگاری کردند، توسعه انعکاس وسایل اخبار عامه و ارتباط با شورای ملت‌ها و همکاری کمیسیون سیاست اطلاعاتی با بیروی مرکز امنیت اطلاعاتی بررسی و تصدیق کرده شد. در ادامه جلسه کمیسیون از استراتژی سیاست ملی مسکو برای تا سال 2025 و استراتژی سیاست دولتی فدراسیون روسیه سخن رفته قید گردید که یکی از سمت‌های افزایش‌یابی سیاست ملی دولتی در عین زمان تکمیل دادن همکاری‌ها با وسایل اخبار عامه و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی و پیشنهاد اطلاعات سرتاسری به مردم میباشد. У нас произошло первое заседание в этом году комиссии по информационной политике Совета по делам национальности при правительстве Москвы, на котором было принято решение поддержать те проекты, самые важные проекты для деятельности, для развития национальных общин города Москвы. Это праздник Навруз, это проект, посвященный 75-летию Великой Отечественной войны, это школьная для детей Московская олимпиада по этножурналистике. И многие проекты сегодня мы обсудили и приняли решение, что совместно будем их реализовывать. Ну и в дальнейшем также будем встречаться и обсуждать наши проекты. روسیه باید کار خود را در سمت ساده کردن ترتیب گرفتن شهروندی ادامه دهد، گفته است اولگا اپیفان و معاون رئیس دومای دولتی روسیه. وی قید کرده است که این تدبیر کوچانیدن هموطنان را به روسیه از دیگر کشورها تحریک داده برای حفظ ثمره‌بخش حقوق آنها مساعدت خواهد کرد. تنها در سال 2019 تقریبا 500,000 شهروند خارجی شهروندی روسیه را به دست آوردند. معاون رئیس دومای دولتی روسیه در جلسه پارلمان این کشور پیشنهاد کرده است که بیکار کردن طلبات برای استقامت دائمی شهروند خارجی در روسیه در طول 5 سال برطرف کرده شود. ایگور زوبوف معاون وزیر امور داخلی روسیه 5 فوریه سال روان در جلسه پارلمان روسیه گفته بود که با ترتیب ساده گرفتن شهروندی روسیه بیشتر شهروندان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل مراجعت می‌کنند. در صورت وارد نمودن تغییرات به قانون فدرالی درباره شهروندی فدراسیون روسیه تقریبا 50,000 شهروندان خارجی می‌توانند علاوه از ترتیب ساده کرده شده شهروندی روسیه را صاحب گردند. خود رسم می‌کنیم که در سال 2019 تقریبا 498,000 شهروند خارجی شناسنامه‌های روسیه را دریافت کردند. این نسبت به سال 2018 84% زیاد است. سال 2018 تنها 269,000 نفر توانستند که صاحب شهروندی روسیه گردند. حقوقشناس ساحه مهاجرت محمد صابرов باشد باید ترتیب ساده گرفتن شهروندی روسیه و برد و باخت آن نظر خود را دارد. میخواستم همین رو قید کنم که با قانون نو که از نامیر 257 به تصدیق رسید ماه نوامبر و موافق همین قانون شهروندان خارجی که در حدود روسیه تحصیل کردگان کسانی که یعنی همسر همینجا زکس میکنن با شهروندی روسیه اونا در اون حالت میتونن که اگر موافق قانون در نظر گیریم باید 3 سال با همون شهروندی روسیه زندگی کنن. میخواستم یک چیز دیگر را قید کنم که بسیار هم شهروندای ما کوشش میکنن که یعنی شهروندی روسیه را به دست آورن و فکر میکنن که با دست آوردن شهروندی روسیه یعنی اونا از همون تفتیشات پلیس و بگیم یک کار خوب به دست میارن. این فکری خطا است، برای اینکه کارمندان پلیس
بسیار برای ما زنگ میزنن همون شهروندای تاجیکستان که شهروندی روسیه گرفته است همونا رو برده در یعنی شعبه پلیس 2 ساعت 3 ساعت دستگیر میکنن و حجتای اونا رو هم تفتیش میکنن. مقامات در تاجیکستان تصمیم دارند که انداز از ارزش ایلاوه شده را برای شرکت‌های بزرگ جهانی به مانند گوگل، اپل، مایکروسافت و فیسبوک تطبیق نمایند. در این باره نصرتالله دولتزاده رئیس کمیته انداز جمهوری تاجیکستان در نشست خبری ابراز داشته است. شرکت‌های خارجی توسط رسانیدن خدمات به شهروندان فایده به دست می‌آورند باید زمینه حقوقی موافق به وجود آورده شود که آنها در رقمات انداز اختیاراً به قید گرفته شوند و انداز از ارزش ایلاوه شده را پردازند. این تشبس به شرکت‌های بزرگ به مانند گوگل، اپل، مایکروسافت و فیسبوک دخل دارد. نمایندگان کمیته انداز کشور با این پیشنهادها به حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعت خواهند کرد. ابراز داشتند مسئولان کمیته انداز. امروزها اینترنت نه تنها منبع اطلاعات بلکه در آن خدمت‌رسانی‌های پولکی به مانند بازی‌های الکترونی، فیلم‌ها، کتاب‌ها، موسیقی، چیپته‌های هواپیمایی، اجاره مهمانخانه‌ها و غیرها را پیشنهاد می‌کردند. طبق گفته‌های مسئولان کمیته انداز تاجیکستان حالا در روسیه از سال 2016 این گونه اندازبندی شرکت‌های خدمت‌رسانی اینترنتی رایج کرده شده است که بیش از 2000 شرکت خود را به قید گرفته و انداز از ارزش ایلاوه شده می‌سپارند. علاوه بر این چنین تدبیرها الکی در جمهوری‌های بلاروس، آلمان، اسپانیا، یونان و دیگر کشورهای غربی اندیشیده شده ایستاده است. در شهر سنت پتربورگ روسیه یک نفر که تحت کرانتین قرار داشت از بیمارخانه فرار میکند. مقامات از او آلا ایلینا نام برده ابراز می‌دارد که وی چند روز پیش از جمهوری مردمی چین آمده بود و طبق مقررات تحت کرانتین قرار گرفته بود. ولی مهلت کرانتینی این نفر به انجام نرسیده او از بیمارخانه کسلی‌های سرایتی فرار میکند. دادگاه ناحیه کیوبشوی سنت پتربورگ غریزه صددکتر بیمارخانه کسلی‌های سرایت کننده را در خصوص حالت به عمل آمده قبول نموده روزهای نزدیک قضیه را به بررسی میگیرد. انتظار می‌رود که آلا ایلینا در اساس قرار دادگاه مجبوراً تحت کرانتین از نو قرار بگیرد. آلا ایلینا 32 ساله از شهر سنت پتربورگ به خبرگزاری فانتانکا گفته است که وی در آخرهای ماه ینور از چین برگشته و دیر نگذشته گلودرد می‌شود. یوری تجلی را دعوت می‌کند طبیبان باشند او را برده به بیمارخانه کسلی‌های سرایتی می‌سپارند و نامبرده را تحت کرانتین قرار می‌دهند. نمایندگان مقامات روسپاتربنادزور و کمیته تندرستی شهر سنت پتربورگ این وضع را شرح داده تاکید کردند که بیمار حقوق ویرانکنی مأموری صادر کرده است و رعایت نکردن کرانتین برای پهن کردن سرایت کرونا ویروس و به سلامتی شخص قانونشکن و دیگران تهدید می‌کند. مقامات تاجیکستان از جلب سرمایه خارجی برای به انجام رسانیدن ساختمان نیروی برقی آبی راغون در نشست خبری وزارت مالیه سخن گفتند. وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قوارزاده در نشست مطبوعاتی ابراز داشته است که مسئله برای بنیاد نیروی راغون از بودجه دولت زیاده از 13 میلیارد سومانی مبلغ جدا کرده می شود. با وجود این وزارت مالیه با تشکیلات‌های بین‌المللی مالیوی جهت جلب مبلغ‌های علاوه‌ای برای ساختمان نیروی برقی آبی در تاجیکستان کار می‌برد. در حال حاضر ما باید یک قطار سازمان‌های بین‌المللی گفتشنی داریم. ما پیشنهاد و شرط‌های آنها را بررسی کرده ایستاده‌ایم. قرار با نظرداشت قرض بیرونی کشور به منطقه تاجیکستان قبول کرده خواهد شد. گفته است فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان. در حال حاضر قرض خارجی تاجیکستان به 36% مجموع محصولات داخلی برابر است. مبلغ‌هایی که از فروش وامبرگ‌های دولتی یا خود یورو برندها به دست آمده بودند برای ساختمان نیروی برقی آبی راغون در سال 2019 استفاده شدند. شنوندگان عزیز در آخر نشر خبری یک اعلام نیز داریم. شام جمعه 14 فوریه ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیو موجر پخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوقشناسان ساحه ماجرا دایر می‌گردد. شما می‌توانید سوال‌های خود را وابسته به گرفتن منزل اقامتی بود و باش در قلمرو فدراسیون روسیه به رسمیت ضروری و حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن و گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده برای موجر طریق اس‌ام‌اس پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکت و یا در واتساپ با شماره 8965 151 04 10 8967 111 5646 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده با سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید.
فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام جمعه 14 فوریه ساعت 18 به وقت مسکو دایر می‌گردد. نشر خبری را مستقیما روی موج رادیوی موجیر شنیدید. شنوندگان عزیز برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. ما را همراهی کنید.